مقامات هنوز درباره بازداشت یک گروه کارمندان آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان شرحی رسمی ندادند. 2 هفته پیش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یک گروه از کارمندان آژانسی مبارزه با فساد را بازداشت کرد که در میان آنها دولتبک خیرزاده گنرال سابق این آژانسی نیز هست. قطب‌الدین خیرف برادر دولتبک خیرزاده معاون سابق رئیس آژانسی مالیه و مبارزه با فساد تاجیکستان روز 2 می در صحبت با رادیو آزادی بازداشت برادرش را تایید کرد، ولی گفت که او خود را گناهکار نمی‌حسابد. خیرزاده ظاهراً بلندترین مقام سابق است که در چهارچوب قضیه تفتیش کارمندان سابق و عمل کننده آژانسی بازداشت شده است. او را به قلاب متهم می‌کنند. روز 2 می قطب‌الدین خیرف رهبری دسته فوتبال خیری وحدت گفت که از روی اطلاعی و همراه با برادرش باز 3 نفر دیگر بازداشت شده است و کارمندان دیگر برای بازپرسی دعوت می‌شوند. اکای قطب‌الدین امروز سر و صدای زیادی اطراف برادرتان دولتبک خیرف پنج شده است. تا کجا این حرفا واقعیت دارند؟ چرا اصلا او بازداشت شد؟ باز دیگه با ما رسانه‌ها در فیسبوک و در هر جا دروغ بسیار هرچی نوشتن. انشالله وضعیتشون هم خوبه، یکم گپ زیادی نیست اینجا. یکم نفهمی‌ها شده، انشالله همش خوب شده است، خوب میشه با همش نقد میشه. ببینید اگر این حرف ها اساس ندارند پس حالا برادرتون در کجا قرار دارد؟ باز همون در وای همون امنیت دارن نمیدونم من. همون در همونجا پرسیده استیان یکم گپ زیادی هم نیست، یکم مناسبتی بعد نسبت ما نیست، یکم تاثیر هم از طرف اینا شدگی نیست، مناسبت ها خوبه، یکم گپی گنده شدگی نیست خیلی خوب. یکم نفهمیه خیلی پرسجو شده نسبت کارگراش این معین میشه، ممکن روزهای نزدیک دا معین میشه. من انشالله باور دارم که باید اکنون خوب شا خاکی نه در دوره قانون میبینم میبرورنده. من ندونم که قانون با چی میگه، اونا در درون چی گفته من نمیدونم، لیکن که باور دارم که انشالله مثال استاد میشه که این قدر اکتوبر نیست در محیطه بدناس هم نبود و پولدار هم نبود برادر ما. حتی خبرهای پخش شد که شما هم دستگیر شده اید. نه من میگم یکم چی نیست، همش دروغه که همه نرمال نه، یکم گپ نیست. من حتی گفتم که تو گناه نداری جواب وای ما گناهکار میشیدم. من یکم چی مثال باید که ما اوضاعت سپاکانه گفتم من در یکم کس یکم که بلند هم نگفتم. ببینید اکای قطب‌الدین بازداشتی و پس از برآمدنش به نفقه صورت گرفت. او تا زمانی بازداشت به چی کار مشغول بود؟ نفقه ده بود، اون دیسکمی انور نفقه برآمده بود. درباره محل بازداشت دولتبک خیرف برادرتون 2 خبر است. بر اساس یکی گویا در مرز قرقیزستان و بر اساس خبرهای دیگر در فرودگاه خوجند بازداشت شده است. و فرودگاه خوجند آدم وقتی که دونه که مثلا روز باشه مثال فرودگاه خوجند و نمیره که اوضاع در فرودگاه را یا که چی و یکم خیلی باید فریاد کرکی نبودن یکم گپ نبود. همراه وای خسل قند داره پانکراتی داره. بله. مینواد لیچنی رفته است بود. های اومده فریاد کردن در پروسیجر یکم وای نیست یکم خیلی نه وای اون گرفته است بود و نه یکم گپی دیگه بود. خط مینواد کشور بلندی هم خسل قند داره. حالا که وای طرف یکم جو فریاد کرکی نبود یا پریزیدنت کرکی نبود که نرا. هیچ که هیچی گمادگی نبود، خونهش فروغش کرکی نبودن وای. هم 3 روز در خوجم خونه بچهش بود. بله. بعد همینجا ما اومدم که خیر رفتیم یک 10 روز دا میگیره میواد میبین. همینجا فریاد کردن خب به خوبی گرفتم وردن اگه خیلی تحقیر یا که گپی زیادی یا افراد کرده باشن خیلی گفت نبود. هم با معامله خوبی گفتن یاده چی میپرسیم تمام مسئله نیست. همون لحظه همراه شما بودن اکای قطب‌الدین؟ یک نفر اومد فریاد کرد رو منم رفتم کفاش گفتم چی گفته ما نمیفهمیم چی گفته. ما گفتم که کار نداریم برو و خیلی من گفتم نه ما کم ما فهم که چی گفته و ما مجبور خطیش در اومدم همون جایی بایدم تا خیلی دروی بیر رفتیم. بعد اومدیم سهر اومدیم و باوردن شنده من گفتم خیلی مودا در کنیست یکم گناه نداری تو جواب تی کارو داخل نداری. من گفتم جواب دادنم شوخه کم همونجا من نمیدونم دیگه همونجا پرسکو چی در برای چی پرسیدیسیم در برای چی من دیگر رو سیگار تصور ندارم دارم. دقیقاً او را با کدام جرم بازداشت کردند؟ چی مشخص نیست، یکم چیزی نیست. من نمیدونم باستیگر. اگر هم دارم ندونم مثل یکم چی نیست. بعداً این رسانه‌ها اونجا بیافتیم رسانه‌ها دروغ مینویسن یکم چیزی نیست یکم وای کرد. گویا همراهش چند یک قریب 15-17 نفر بازداشت شده است. اینش واقعیت دارد که همراهش 15-17 من ندیدم همین چیزا با چشمم بیتک است. 3 نفر 4 نفر شد همینجا دیدم من ندیدم من 14 نفر. همین رسانه‌ها
بسیار یا بعضیش کردستان هستن بعضیش که دیگه هستن این کفا یکم اساس نداره. شما پس از این بازداشت خبر گرفتین از سلامتیش چگونه بود دیدار داشتین با خود؟ اما دکه درون سلامتیش سوزای گفتمش خوبه یکم و نیست داروش سری وقت رسونده است خوراکروی کردن سری وقت رسونده است یکم خیلی مشکلی نیست یکم کس مناسبتی بد نمیکنه گفتمش نرمال نیست وقتی که من خدمت بدم خطیش همه با احترام گپ زدن یکم کس گپی بلند گپ سخت گفتگیش نبود. ببینید اکای قطب‌الدین بازداشتی و پس از برآمدنش به نفقه صورت گرفت او تا زمانی بازداشت با چی کار مشغول بود؟ خب دیگه بعد نفقه اومد خوب بودن دوستی گفت اما زندگی شما استاد من خدمه بردم یا سیاسی باید میکردم نفقه بودنم اما خونه دام گفتن برو رفتن دامگیری لیچنی رفتن اومدن اما تا قزاقستان لیچنی گرفتن اومدن در جای لیچنی گرفتن و راستی گفت کسال قند فشار بلندی و بعد چند کسال دیگه داره